سلام دوستان، برای رفع لرزش لباسشویی تراز رو گذاشتم روی لباسشویی. همونجور که میبینید این حباب تراز هستش که اومده این و این باید کامل این شکل به این شکل باشه حبابش که نشون دهنده تراز بودن لباسشویی باشه. الان شیب لباسشویی رو به این وره. برای تراز کردنش پایه هایی که زیر لباسشویی هست این پایه های این قسمت و این قسمت. حالا این پایه همونجور که میبینید کوتاه‌تره. من این پایه رو با یه ناچار فرانسه شروع میکنم به باز کردن و آزاد کردنش. اینجا خب این موقع رو میپیچونی صاف بشه لباسشویی. تو تراز کردن همیشه دوتا پایه آخر تا ته میبندی. این دوتا پایه که پشتش از تا ته بسته میشه، پایه اینجا باز میشه ازش. این میشه تراز کردن لباسشویی. بازم بسته به شیب آشپزخونه‌تون. من الان دارم هنوز باز میکنم تا لباسشویی هم سطح همدیگه بشه. اینجوری که ببینید حباب اومده این وسط و لباسشویی دیگه هیچ لرزشی نداره، هم پایه هم شده. نگاه کنید شما دستتون هم که این قسمت بذارید لرزش دیگه تو لباسشویی نمیبینی. یک کم دیگه نیاز داره این قشنگ انجام میدی به این شکل تا کاملا حباب روی تراز وسط قرار بگیره. خب این الان دیگه اومد وسط حباب کفایت میکنه. لباسشویی ترازه دیگه لرزشی نداره.